ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 51. иқтисодиёти ҷаҳонӣ бар асари глобализатсия ва ҷаҳонишавии иттилоърасонӣ дар солҳои 90 асри гузашта ба маҷрои нави инкишофи худ ворид шуда, дастیابی را به ثروت‌های طبیعی، اشیاءهای خام صناعتی و بازار جهانی وسعت بخشید. گذشته از این، سمت‌های سیاست جهانی به تارهای اقتصاد جهانی عمیق‌تر پیچیده در اطراف محور منفعت‌ها و افزودن قدرت سرمایه به چرخش درآمد. جهانی شوی اقتصاد در نوبت خود بر روند سیاست جهانی و دگرگونسازی‌های طرح ژئوپلیتیکی سیاره تأثیر رسانده، تقسیمات ثروت‌های طبیعی، ذخیره‌های اشیای خام و رقابت را در بازارهای جهانی باز هم تیز و تندتر نمود. نفوذ کورپوراسیون‌های جهانی و شرکت‌های ترانسمیلی افزوده حدود همه گونه دولت‌های و مرزها را به خاطر منفعت‌های اقتصادی و مقصدهای غرضناک افزودن سرمایه خویش می‌کشایند. آنها به قانونیت‌های بازار آزاد و بی‌مانعه جهانی افزایش داده، ملت‌ها و دولت‌هایی را که از رابطه و همکاری با آنها سرکشی می‌کنند یا درخواست‌های غیر عادلانه‌شان را نمی‌پذیرند، به گرداب ناآرامی‌ها طیله می‌دهند. شبکه‌های اطلاعاتی و اکتشافی آنها در شور و تفرقه انگیختن و به گرداب بیسامانی‌ها کشیدنی کشورهای و دولت‌های سرکش تجربه بای اندوخته، به دستگاه‌های مخفی اکتشافی، سازمان‌های و فاندهای بین المللی و دیگر اینستیتوت‌های حقوقی و مالیوی داخلی و خارجی جامعه شهروندی تکیه می کنند. به قول کارشناس ورزیده اوتکین، транснациональные корпорации и неправительственные организации стали с невиданной прежде легкостью пересекать национальные границы и осуществлять власть над населением менее развитых стран, поскольку ни национальные правительства, ни локальные власти не смогут собственными силами справиться с проблемами, порожденными растущей взаимозависимостью. Капитал как бы позабыл о своей национальной принадлежности, в массовых объемах бросаясь туда, где благодаря стабильности и высокой эффективности труда достигается максимальная степень прибыли. Банки, трастовые фирмы, промышленные компании как бы вышли из-под опеки национальных правительств, и в результате их новоприобретенной самостоятельности переток капитала стал своего рода самодавлеющим процессом. در آغاز عصر جدید، اقتصاد جهانی به صفت یک جسم واحد و تام شکل می گیرد که از این پدیده یگان کشوری جهان چه خرد و چه بزرگ در کنار بوده نمی تواند. افزودن رقابت در بازار جهانی و دستیابی کورپوراسیون‌های ترانسمیلی به ثروت‌های زیر زمینی و اقتصاد کشورهای خرد و بزرگ جهانی شوی اقتصاد را تیزانیده، اقتدار اینستیتوت‌های بین المللی مالیوی و تجارتی، بانک‌های ابرقدرت و دیگر سازمان‌های عمومی جهانی مساعدت کننده را تحکیم می‌بخشد. به اندیشه جورج سوروس، یکی از مبلغان فعال جهانی شوی اقتصاد،
Институты, поддерживающие международную торговлю и глобальные финансовые рынки, относительно крепки. Они нуждаются в реформировании, поскольку действуют в интересах богатых стран, фактически ими управляющих, и в ущерб странам бедным, находящимся на периферии их внимания. خطری تقسیمات بی‌عدالتانه ذخیره‌های جهانی و درآمد نابرابری اهالی کشورهای پیشرفته و عقب مانده عالم خواه و ناخواه ضدیت و اختلاف‌های ماهیتاً گوناگون را پدید می‌آورند که بیشتر از سطح پست زندگی و عامل‌های اجتماعی سر می‌زنند. اگر قارون اساطیری موافق روایت‌ها 70 گنج پر از زر خالص داشته باشد، پول و سرمایه قارون‌های نوبرآمد سرمایه‌داران زمان ما در شمار و سند نمی‌گنجد. سرمایه جهانی تا رفت بیشتر به کشورهای پیشرفته و صناعتی عالم انتقال یافته در دست سرمایه‌داران انگشت‌شمار جهانی گرد می آید. تنها سرمایه بعضی میلیاردرهای سطح اول از درآمد ملی ده‌ها کشورهای آسیا و افریقا فزونتر است. از روی حسابهای تخمینی مقدار عمومی مبلغ‌های ثروتمندان انگشت‌شمار جهان بیش از 31 تریلیون دلار آمریکایی می باشد که 4/1 حصه عمومی تمام ثروت‌های عالم را در بر می‌گیرد. موافق معلومات سازمان ملل متحد در آغاز عصر نو از 5/1 حصه اهالی روی زمین یا خود 20% سرمایه‌داران عالم، 86% محصولات داخلی جهانی، 68% کلی اینوستیسی‌های عالم و 74% تمامی واسطه‌های کمونیکاسیون و علاقه را تحت وصایت خیش آوردند. حالانکه 20% اهالی کشورهای قفامانده عالم همگی 1% محصولات داخلی جهانی، کمتر از 1% اینوستیسیا و 0.5% وسایط علاقه و کمونیکاسیون را در اختیار خود دارند. تنها درآمد سالانه 3 نفر سرمایه‌دار با نفوذ جهانی از درآمد عمومی 600 میلیون نفر اهالی که در 36 مملکت قفامانده جهان معاصر زندگی می کنند به مراتب افزونتر است. برعکس این، در 15 سال اخیر از روی تحلیل‌های سازمان ملل متحد از 100 کشوری رو به انکشاف درآمد اهالی 60 کشورش به جای افزودن سال تا سال کم می شود. گذشته از این، قریب نصف اهالی کره زمین، یعنی تقریباً 3 میلیارد نفر آدمان سیاره ما، نیم گرسنگی و گرسنگی می کشند. موافق معلومات کارشناسان سازمان ملل متحد، از این 3 میلیاردی ذکر شده، تقریباً 1.2 میلیارد نفرش از نرسیدن غذا گرفتار کمخونی و بیماری‌های گوناگون گشتند. مثلا در هندوستان 53% اهالی، در بنگلادش 56% اهالی، در اتیوپیا 48% اهالی مبتلای گرسنگی می باشند. حالانکه در کشورهای پیشرفته غرب 1.2 میلیارد نفر آدمان از استعمال افزونی غذا به علت فربهی گرفتار شدند. تنها در شتات‌های متحده امریکا هر سال زیاده از 100 میلیارد دلار برای شفایابی از علت فربهی صرف می گردد. هر دویومین ساکن امریکا و کشورهای اروپا وزن برزیاد داشته. مثلا ساکنان بریتانیای کبیر 51%، آلمان 50% از علت فربهی و پرخوری اذیت می کشند.
این در شرایطی است که در روی سیاره ما بیش از نصف اهالی کلانسالی زیاده از 23 کشوری عالم از جمله افغانستان، پاکستان، بنگلادش، نیپال از خط و سواد محروم بوده. تقریباً 150 میلیون نفر کودکان عموماً به مکتب نمی روند. علت اساسی این قشاقی و سطح پست زندگی می باشد، زیرا موافق معلومات سازمان ملل متحد هنوز هم درآمد هر روزه بیش از 1.3 میلیارد اهالی روی زمین کمتر از $1 است. گذشته از این، عامل‌های سطح پست زندگی و نابرابری اجتماعی خطر ترکیش دموگرافی را در سیاره به بار می آورد. موافق تحقیقات نفوسشناسان اهالی روی زمین، سالهای 1500 میلادی تقریباً 450 میلیون نفر بوده. بعد 300 سال یعنی سالهای 1800 به 1 میلیارد نفر رسید و انسانیت در طی 121 سال میسر شد که در مجموع از 1 به 2 میلیارد برسد. این نشان داد سال 1926 روی داده بود. برای 3 میلیارد شدنی اهالی روی زمین باز 34 سال دیگر لازم آمد. یعنی انسانیت سال 1960 به 3 میلیارد رسید. نشان دهنده میلیاردهای 4، 5 و 6 نفوس اهالی در طی 14 سال، 13 سال و 12 سال بعدینه پدید آمد. اهالی کره ارض سال 1999 6 میلیارد شده. بعد گذشتن 5 سال شماره اهالی باز نیم میلیارد افزود و به 6.5 میلیارد رسید. از روی تحقیقات عالم نیمیس آتا ریولی به حساب میانه هر روز در دنیا 275,000 کودک تولید شده، 165,000 نفر می‌فوتند. عامل تدریجاً افزودن اهالی سیاره مشکلات نوی گلوبالی را پیش آورده، باعث محدودتر شدن مساحت زیست، کاهیدن ذخیره خوراک، آب آشامیدنی، دسترس نمودن منزل، جای کار، افلاس شوی هوا از پرتاب‌های صنعتی و گازهای نقلیاتی و دیگر پرابلم‌های اوربانیزاسیون می‌گردد. موافق تحقیقات کارشناسان سازمان ملل متحد، برای آنکه اهالی سیاره بانان تأمین کرده شود، حجم عمومی استحصال غله را تا سال 2020 باید 40% زیاد نمایند، وگرنه 135 میلیون کودکی تا 5 ساله گرفتاری گرسنگی خواهند شد. گذشته از این، بر اثر ترکش‌های دموگرافی، مهاجرت اهالی از کشورهای عقب مانده به کشورهای پیشرفته عالم افزوده، چندین مشکلات تازه اقتصادی و اجتماعی را پدید می آورند. سطح افزایش اهالی اساساً به کشورهای عقب مانده راست آمده، صف کمبغلان و بیکاران و مردم کم بضاعت تا رفت بیشتر می گردد. علل خصوص افزایش اهالی در کشورهای اسلامی بیشتر به نظر می رسد. اگر سال 1900 شماره عمومی مسلمان ها 4.2% اهالی کره ارض را تشکیل دهند، پس سال 1995 این رقم به 15.9% رسید. از روی پیشگویی نفوسشناسان، شماره عمومی مسلمان های جهان سال 2025 به 19.2% اهالی سیاره برابر می شود. این در صورتی است که اهالی کشورهای غرب
بر اثر سست شدن پایه‌های عائله و عائله‌داری، افزودن جداشوی زن و شوهر، بیدارشوی